انسان شکر این نعمت بکشه. ما شکرگزار این نعمت باشیم. شکر 3 رکن داره، توسط 3 چیز انجام داده میشه. توسط قلب، معرفت نعمت و منعم. کدام چیز که نعمت است را بشناسی که نعمت است. تلفن نعمت است، تفنگ نعمت است. بر علیه کافر استعمال شود جهاد بکنی، نه بر علیه مسلمان، نه بر علیه نفس خودت. نعمت است. موبایل نعمت است، از این استفاده بکو. زندگی خود راحت بساز، مشکلاتی که داری حل بساز، نه که برای خود زحمت بسازی. دوم چیز که در شکر ضروری است او تحدیث است، بیان کردن. انسان وقتی که نعمت الله سرش میکنه بعد شکر از را در زبانم یاد کنی. و اما به نعمت ربک فحدث، نعمتهای پروردگار تا بیان کن. بسیار دوستار ما میبینیم زندگی داره، مرفه، همه وسایل راحت برش هست، باز که میبینی شکایت داره، هیچ چیزی وجود نداره، پیسش در بانک ذخیره، سود سرش میشه، دولتای مستعمره استفاده میکنه، اما این وقتی فقیر برش استاد میشه 10 افغانی هم از دلش نمیبره، بازم زبانش به شکایت شروع است. هیچ چیزی وجود نداره. امسال کارا خوب نبود، امسال خو کار خوب نبود، پارسال خو برات باقی مانده، الحمدلله فراوان وجود داره. اگر در یک کار برای تو نقصان آمده، کاری دیگری خو فایده برات آمده، تو به کلگی همون یک کاره کلی سال یاد میکنی. در یک ماه سرطان تو نقص کرده ای، 11 ماه دیگر در فایده تیر کرده ای. همیشه در زبانت فقط ماه سرطان است، نقصان ماه سرطان به کلگی بیان کرده رویستی. نه، در زبانت یادآور شو که الله سر احسان کرده. و اما بنعمت ربک فحدث. 3 چیز به شکر الله سبحانه و تعالی کشیده میشه توسط اعضاست. امین نعمتی که الله برات داده، ایره در طاعت الله استفاده کو. این موبایل در طاعت الله استفاده کو. از این کار دین و دعوت بگی. این دستت، این چشمت، این گوشت، این زبانت، این پایت، این وجودت، این خانت، این موترت، این دکانت. کس نگویه ما دکانه چه قسم در طاعت الله مصروف بسازم. دکانی تا در جای ازی که موسیقی را مانده، هتل از موسیقی را مانده که مردم بیا نان بخوره، توسط موسیقی تو نان پیدا میکنی، دکانی تا توسط موسیقی مشهور میکنی، عکسای لچ زنا را نصب کرده ای، بوتا را نصب کرده ای که ترویج شوه، فایده پیدا بکنی. دکان مرکز دعوت است. 4 دقیقه کم راید کسی میشینه، عمل کردی تو دعوت است، عمل کردید. یک شخصی پیشت مراجعه میکنه، برش میگی که برادرم من چنه را یاد ندارم، زبان بازی را یاد ندارم، فریب نمیکنم، من نرخی برات میگم که ضمانت میکنم، مالی برات میدم که قطعا غش فریب نباشه. دعوت است. و آدم 10 سالم تیر شوه اینقدر اعتماد پیدا میکنه که محض به دست یک کسی برات اول روی میکنه مال روان کن، خود دیگه نمیه. فضای اعتماد تو برابر کردی. دکانت مرکز دعوت دین بود، شناخته میشه که تو کیستی. موترت، هتلت، هر مرکز دین جور میشه که اگر به شرطی که ما در طاعت الله سبحانه و تعالی او را استفاده بکنیم توسط اعضای خود. موبایل هم یکی از نعمت هاست و تو ممتحن هستی، از جانب الله سبحانه و تعالی برات امتحان میشه که چه قسم استفاده و استعمال میکنی، در کجا استعمال میکنی، طعن و لعن میفرستی، مسائل قومیت و حزب و گپار دامن زده رویستی. مصروف است، مردم مصروف است. صفحات اجتماعی را باز کنی، به الله قسم غیر از کفرگویی هیچ چیزی دیگر دیده نمیشه. و کسایی که ملحد است صفحات اجتماعی داره الحاد پخش میکنه، از واقع گیله نداریم، واقع قابل از این نیست که برش نصیحت بکنیم، واقع پاچه را برزده تصمیم گرفته ارادیش است که الحاد نشر بکنه. اما تو مسلمان، تو جوان با عزت و آبرومند مؤمن، تو صفحه مردار نساز، نجس نساز، به قومیت پرستی، به تنظیم پرستی، به نشر عکسای لچ، به نشر مقوله های زشت و نادرست و ناروا، به دو دشنام و طعن و لعن.
این صفحاتی تا بیارزش نساز، پر از گناه نساز که باقی میمانه، این باقی میمانه در صفحه. اطمینان داشته باش کدام کلام نشر میکنی، کلام حقیقت داره یا نه، فایده مند است. اگر کسی را مطالعه بکنه فایده میبینه یا نمیبینه. از او خاطر انشاءالله در جمعه های دیگه آداب زنگ زدن، آداب نشر کردن، آداب تلفن و مکالمه، این گپا را باید ما بدانیم. چرا از این نعمت استفاده عظیم بکنیم. این نعمت واقعا ذریعه نجات خود قرار بدیم، ذریعه سعادت و نیکبختی خود قرار بدیم. صفحات عمر خود ما مثل که ملائک پر میکنه از اعمال نیک، ما خودی ما این صفحه خودی ماست، در دست خودی ماست، ایرم پر بکنیم به اعمال نیک، با آیات کتاب الله، با حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، به نصیحت های مفید و مثمر که 20 سال بعد صفحه تو باز شوه در او کلامی باشه که واقعا از او کسی استفاده بکنه، نشوه که نعوذ بالله عمرای ما فقط در مقابله تیر شوه، به دو دشنام تیر شوه، به ضد بازی تیر شوه. نکنی صفحات خود پر نکنی به گناه. دقیق باشیم، این نعمت الله را بشناسیم، استفاده درست بکنیم. ان شاء الله حدیث براتان خواندم. عمل چرا بکنیم؟ اعملوا آل داوود شکرا. ای آل داوود شما عمل شکر انجام بده. نعمتایی که الله سبحانه و تعالی براتان ارزانی کرده او را در طاعت الله استفاده بکنی. میفهمی که آل داوود چی رقم بود؟ 1 ساعت شب و روزش تیر نمیشد که یک فرد از آل داوود در ذکر الله مصروف نمی بود. اگر یکی نماز میخواند دیگرها راحت بود، وقتی که این میرفت راحت میکرد دیگر نفر در نماز استاد میشد. اگر او خواب میکرد دیگر نفر. روزه داوود علیه السلام شهرت جهانی پیدا کرده و بهترین روزه به نزد الله سبحانه و تعالی است. یک روز روزه میگرفت و یک روز افطار میکرد. ما چی کردیم؟ رسول اکرم صلی الله علیه و سلم با وصف امو قدر که یک لحظه عمرش بدون دعوت دین الله و فکر دین الله تیر نشده، لیکن بازم در نماز استاد میشد، پاورم میکرد. برش گفته میشد چرا؟ وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك و ما تأخر. چیزی که گناه برای تو بخشیده شده. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم به این کلمات زرین جواب میداد: افلا اکون عبدا شکورا؟ ما بنده شکرگزار نشوم؟ و قلیل من عبادی الشکور. در جمله بندگان ما شکرگزار خیلی کم است. نعمتای الله را به وجه درستش استفاده کردنی بسیار کم است. این موبایل دست 100 نفر است، در 100 نفر 2 نفر از پیش استفاده خوب میکنه، 98 دیگه به جز از جلب و جذب گناه کاری، خریدن گناه کاری دیگر را نمیکنه. انشاءالله باز میگیم، بیان میکنیم. تنها بدانیم، بیدار شویم که نعمتای عظیم الله از ما استفاده نادرست نشوه. ما به دل، به زبان و به اعضا مکلف هستیم که شکر الله سبحانه و تعالی را انجام بدیم. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.